عضو ریاست شورای سابقه‌داران وزارت کارهای داخلی تاجیکستان پلکوونیک مستوی میلیتسیا سفرعلی گلوف روز 19 ایول سال 2022 بعد بیماری طولانی در سن 82 از عالم چشم پوشید. شورای سابقه‌داران وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که نماز جنازه این سابقه‌دار میلیتسیای زمان تاجیکستان شوروی نیمه دوم روز 19 ایول برگزار گشته. بگاهی همان روز جنازه شادروان در آرامگاه محله کلینی پایتخت به خاک سپرده شد. سفرعلی گلوف سال 1940 به دنیا آمده. سال 1964 دانشکده پلی‌تکنیکی تاجیکستان را ختم کرده است. برابر ختم دانشگاه او به صف کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی پیوست تا به مقام بلند سردار بازرسی دولتی اتومبیلی شهر دوشنبه ولایت ختلان و لنین‌آباد رسیده است. شورای سابقه‌داران وزارت کارهای داخلی می نویسد که در دوره کارش در میان ساکنان جمهوری با خدمت‌های صافدلانه و صادقانه‌اش به وطن نام برآورده، صدها مضمون و مقاله و خبرهایش در صحیفه‌های مطبوعات دوره جمهوری، برآمدهایش در شبکه‌های تلویزیونی در یاد مردم باقی مانده است. سفرعلی گلوف سال 1992 به نفقه رفت. بعد نفقه هم پلکوونیک گلوف بیکار ننشست و چند سال در مقام رئیس اتحادیه کارمندان ساحه نقلیات تاجیکستان، دیرکتور کل شرکت مسافربر و همچنین عضو شورای جمعیتی تاجیکستان کار و فعالیت برده تا روزهای آخر حیاتش عضو ریاست شورای سابقه‌داران وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بود.